جناب استاد، مطمئن هستم که همه مسلمین نهایت گرامی و عزیز در مورد ای که یا در جستجوی اوقاتی هستند که در او اوقات باید دعا بکنند تا اینکه دعایشان اجابت شود و دعایشان قبول شود. حالا بگوین که وقت مخصوص برای قبولی دعا در ماه مبارک رمضان کدام وقت‌ها می باشد؟ بله، اوقاتی که دعای انسانها در آن وقتا مخصوصا قبول می شود، همانطوری که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند در وقت افطاری است. در وقت افطاری دعای انسان مسترد کرده نمی شود قبل از افطار. بله. چون که انسان در این وقت عاجز می باشد، فقیر می باشد، نیازمند به خداوند متعال می باشد. چون که در این اوقات انسان در طول روز از خوردن از نوشیدن خود را پرهیز کرده و انتظار دارد که نان بخورد، آب بنوشد. در این اسناست که چیزی باز زمانی که سفره هموار کرده می شود، در اطراف سفره جمع شویم، دستان خود را بلند بکنیم، در قدم اول درود به رسول معظم اسلام بفرستیم، در حق ملت خود دعا بکنیم، در حق اهل فامیل خود دعا بکنیم، در حق اموال خود دعا بکنیم، در حق اساتید خود دعا بکنیم. اینجاست که الله متعال دعای انسانها را قبول میکند. بعداً افطاری بکنیم که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اگر خرما داشته باشیم با همراه خرما افطار بکنیم، اگر خرما نداشتیم با همراه آب افطار بکنیم. الله متعال دعای انسانها را قبول میکند.